علل خصوص به رئیس رقاصگان ملت و ابو سنبوسه پودینگی و چاپلوسان و دانچینان دربار سلاله امام علیان. در ده همان یک بوز داشتیم، نامش بوز قاضی بود و او را پیشوای بوزان نیز نام بردند. سلامی نکوهش و محبت به تک تک شما مبارزان و عاشقان درگاه محبت و صمیمیت، و سلامی آرزو و پیشرفت به دوستداران معرفت و معارف. سلامی آرزو و روزی نیک به محتاجان و درماندگان. سلامی گرم به خستگان درگاهی خسته کننده. و یک سلام خاص دیگر به منفور دلها و رئیس آشپزان ملت ابو جرغات دغف شیر جناب عالی امام علی شریپوویچ. هموطنان عزیز، باید تأکید نمایم که برگشتنم به یوتیوب برای دوستان و طرفدارانم مفید و خوشحال کننده است، اما برای برخی ها درد سر ایجاد می کند. علل خصوص به رئیس رقاصگان ملت و ابو سنبوسه پودینگی و چاپلوسان و دانچینان دربار سلاله امام علیان. آمدن رئیس جمهور ازبکستان به تاجیکستان را بسیاری ها خیلی خوشبینانه استقبال نمودند، اما من درباره منفی یا مثبت بودن این سفر شوکت میرزیایف به تاجیکستان صحبت نمی کنم. این را وقت خودش نشان خواهد داد. اما موضوع امروزه من درباره پیشواز گرفتن او خواهد بود. واقعا نشان دادن ملت همچون یک ملت غلام طبیعت که هر کس را پیشوا و پسوا اعلان می نمایند دردناک و تبخیره کننده است. اول اینکه میرزایف را ملت ازبک همچون پیشوا انتخاب نکرده است، چون پیشوا این حکم یک عمره دارد. او رئیس جمهور ازبکستان است و از سوی چاپلوسان دربار رحمانوف با طریق شعر و سرود خواندن و با زبانهای با خاکزنی آموخت شدگیشان شوکت میرزایف را همچون پیشوای ازبک ها اعلان نمودند. خنده آور بود. و پستی خاکزنان دربار رئیس تربوزکاران ما را نشان داد. دوم، اسلام کریموف با همان قدر ظالم و دیکتاتور بودنش خود را پیشوا اعلان نکرده بود. چون او شاید می دانست که پیشوا یعنی 10 مرده گوسفندها پیشوا دارند، بز و بزغاله ها پیشوا دارند، نه انسان ها. یک چیز جالب را برای شما نقل میکنم، خنده آور است اما حقیقت دارد. در ده همان یک بوز داشتیم، نامش بوز قاضی بود و او را پیشوای بوزان نیز نام بردند. چون او واقعا پیشوا بود، هر کجا که حرکت میکرد بوزها او را دنبال میکردند. اما خوب گوش کنید، اما تنها یک فرقیت داشت. او زرچاپ و ریشی دراز و شاخهای دراز داشت که پیشوای خودخوانده امروزه نه ریشی دراز دارد و نه شاخ. سوم، خراجات زیاد در حالتی که اقتصادی ما ضعیف و فلج است خیلی کاری احمقانه و به انصافانه است. از همه مهم، اسراف وقت جوانها در گرمی های تابستان خیلی ناپذیرفتنی است. 1 ماه آماده ساختن زیاده از 2000 آدم برای نشان دادن وفاداری به ارباب خود خیلی بیرحمانه است. ساده کرده به لهجه مردمی کوهستان بگویم، ده افتاوی قراق جوان دختران و جوان پسران را اذیت و آزار دادن برای 15 دقیقه رقص کردن نزد اربابی تو رحمانک خیلی ناعدالتانه است. اگر این 2000 نفر در 1 ماه
300 ساعتی خود را در تمرین گذرانند 600,000 ساعت می شود. 600,000 ساعت را برای این کار صرف کرده باشند، حداقل برای آنها باید 300 دلاری مزد کاری داده شود. 300 دلاری هر یک نفر می شود 600,000 دلار. اما متاسفانه آنها نه تنها مزد می گیرند، بلکه تشنه و گرسنه در تگ آفتاب تاسپان سلامتی خود را تحت خطر می گذارند. برای مثال در شهر خوجند در وقت تمرین که حرارت هوا 37 درجه گرم بود، چندین جوان دختر به گرمی تابستان تاب نآورده بیهوش شدند. اگرچه این برای سلاله رحمانیان اهمیتی ندارد، ولی برای یک مادری که سالها شوهر را ندیده است و با یک امید فرزند بزرگ کرده است و یگانه امیدش همین فرزندش است، خیلی سخت و دشوار می باشد. واقعا مسئله دیگر برگزار کردن کنسرتی با دبدبه شام دوستی که زیاده از 200 صنعتکار در آنجا اشتراک داشتند، که به حساب میانه اگر هر یکی از آنها 300 دلاری بگیرند می شود 60,000 دلار و اگر 1000 دلاری بگیرند می شود 200,000 دلار. علاوه بر این مصروفات خیلی زیاد برای خریدن تجهیزات لازمه برای برگزاری کنسرت شام دوستی که به گفته برگزار کنندگان این معرکه 1,300,000 دلار برای تجهیزات خرج شده است. 1,300,000 دلار. خلاصه نزدیک به 2 میلیون دلار ملت به یغما رفت. با این 2 میلیون می شود یک راه خوب ساخت که سالهای دراز برای ملت فایده بیاورد. این حساب حداقل است. با گفته متخصصان و اشتراکچیان این معرکه صرف و خرج چندین برابر از این گفته ها زیاد می باشد. این مگر حماقت نیست؟ این مگر بی انصافی نیست؟ با این پولها می شود حداقل 20 مکتب بهترین و جوابگو به شرایط حاضر زمان ساخت. 5 کارخانه ساخت. شاید از شماها کسی بگوید آخر ازبکستان سرمایه گذاری می کند و این اشکال ندارد. اگر یک کشور آمد و سرمایه گذاری کرد، هیچگاه منافع خود را از منافع ما پست نمی گذارد و این نشان می دهد که ما با آنها نیاز داریم و آنها به ما. مثل آنه که یک سرمایه گذار نمی تواند ساختمان را بدون مهندس بسازد، این معنای آن را ندارد که یک دولت و ملت به چاپلوسی دست زده خودش را شرمنده عالم گرداند. از این لحاظ هیچ نیاز به چنین پیشوازهای با دبدبه نیست و چنین کاری نامدبرانه از نگاه سیاسی میتواند نشانداد ضعف ما شود و طرف مقابل را به فکر آورد که ما بجز آنها دیگر راه نداریم و این باعث میگردد که در روند هر گفتگو آنها قوی و ما ضعیف کردیم. واقعا دردناک است. در کشورهای پیشرفته یک پرزیدنت در 4 سال پرزیدنتیش 2 میلیون دلار برای پیشوازی 10 پرزیدنت خرج نمی کند، در حالی که بهترین اقتصاد را دارند. کشور ما نیاز به سرمایه گذاری دارد، اما نفرانی که این کشور را غصب کردند فایده ملت را هیچ وقت به نظر نمی گیرند. من می توانم 10 ساعت در این باره صحبت کنم، اما برای انسانی فهمیده همین کافی است که بفهمد. کسانی می فهمند که شعور و جسارت فهمیدن دارند. راهبران امروزه کشور ما ناعهده‌بارا و ضعیف و ناتوانند، ولی متاسفانه
ملتی که حاضر نیست از حق خود دفاع کند، هر کس و ناکس می تواند او را غارت کند. سوال به خود من، مشکل در چیست؟ راه حل در کجاست؟ راه حل روی آوردن به معارف، روی آوردن به معنویت و علم است. وظیفه ما این است که ما به هر راهی می توانیم مردم را بیاموزیم و بفهمانیم و ذهنیت غلامی و بردگی را از جامعه خود نابود سازیم. تا زمانی که هر یک از ما به خلاصه نآید و خود را اصلاح نکند، ما از این باطلاق نخواهیم برآمد. چنانه که یک بزرگوار می فرماید فکرتان را تغییر دهید تا زندگی اتان تغییر یابد. همه چیز به اندیشه شما شروع می شود. ذهن شما می تواند لحظه به لحظه تنها یک فکر را ادامه دهد و تنها درباره یک چیز فکر کند. یک واقعیت را برای شما نقل می کنم که واقعا تکان دهنده است. خوب گوش کنید. یک فیل نوزاد را صاحبش در گردنش طنابی را بست و آن طناب را در یک درختی که پوسیده بود نصب کرد. فیلک در روزهای اول کوشش کرد که از آن در رود و خود را آزاد نماید، اما نتوانست. 10 سال گذشت و فیل بزرگ شد و با همان حشمتی که داشت می توانست تنها یک حرکت کوتاه کند و آن چوبی پوسیده را از ریشه کنده آزاد شود. اما چرا این کار را نکرد؟ چون در ذهنیت و در فکرش ثبت شده بود که نمیتواند. انسان‌ها نیز اگر قدرتی فکر کردن را نداشته باشند، نمیتوانند از جهالت خود رها یابند و برای همیشه در خواری و ذلت میمانند. از این برمی آید که ما باید فکر خود را تغییر دهیم و همه به یک جایگی خود را از افکار غلامی نجات دهیم. بزرگواری فرموده است عقل و دولت قرینی هم دیگرند. هر کی را عقل نیست دولت نیست. تشکر به دقت و صبوریتان. فراموش نکنید این نوار را به همه دوستان و نزدیکان خود روان کنید، چون برای یک نوار ثبت کردن چندین کتاب را نظر می کنم. مهنتم را قدر کنید. سلامت و سربلند باشید.